برای امروز کافی است. فردا انشاءالله آن را خواهیم شکست. این صد نعمتی از سوی الله است و به زودی به اراده او نابود می شود. پروردگارا ما رو نجات بده. پروردگارا ما رو نجات بده. روزی روزگاری در زمانی که هنوز بسیاری از سرزمین‌های زمین ناشناخته بودند، خداوند به مردی به نام ذوالقرنین قدرت و دانش ویژه بخشید. قدرتی که با آن می توانست در سرزمین‌های دور سفر کند، عدالت برقرار کند و به مردمان کمک برساند. او نه فقط یک پادشاه بلکه رهبری خردمند و دادگر بود که هر جا ظلم و آشوبی میدید برای اصلاح آن قدم برمی داشت. در یکی از سفرهای طولانیاش پس از گذر از سرزمین‌های شرق و غرب به منطقه‌ای رسید که میان دو کوه عظیم و صخره‌ای محصور شده بود. جایی دور افتاده که مردمانی ساده و بی‌دفاع در آن زندگی می‌کردند. زبانشان متفاوت بود و به سختی می توانستند با دیگران ارتباط برقرار کنند، اما ترس در چهره‌هایشان به وضوح دیده می شد. وقتی ذوالقرنین را دیدند، با هر زبانی که می توانستند از او درخواست کمک کردند. ای ولی خدا، ما رو نجات بده از دست این قوم ظالم. آنها از قومی سخن گفتند که نامش لرزه بر جانشان میانداخت، یأجوج و مأجوج. میگفتند این قوم همچون سیلی ویرانگر از پشت کوه‌ها سرازیر میشوند، به هر جا میرسند نابودی به جا میگذارند، زمین را تباه میکنند و هیچ چیز جلودارشان نیست. مردم درمانده شده بودند و حاضر بودند هرچه دارند بدهند تا از شر این مهاجمان خلاص شوند. تمام مال و دارایی ما مال تو، فقط ما رو از چنگ این ظالمان نجات بده. میان ما و قوم یأجوج و مأجوج سدی بساز و ما را نجات بده. من به پول و ثروت شما نیاز ندارم. آنچه خدا برایم داده است کافی است. فقط برای ساخت این سد کمک کنید. وقتی کار تمام شد، سدی پدید آمد که نمیشد از آن بالا رفت و نمیشد آن را سوراخ کرد. یأجوج و مأجوج هرچه تلاش کردند نتوانستند از آن عبور کنند. برای نخستین بار مردم آن سرزمین طعم آرامش را چشیدند. ذوالقرنین گفت این سد نعمتی از سوی الله است و به زودی به اراده او نابود می شود. سالها گذشت، قرنها سپری شد و داستان این سد به افسانه‌ای در میان مردم تبدیل شد. کسی نمی‌دانست پشت آن دیوار چه می‌گذرد، اما گفته می‌شد که یأجوج و مأجوج همچنان در تلاشند تا راهی به بیرون پیدا کنند. هر روز در پشت آن دیوار عظیم صدایی تکراری و هولناک به گوش می‌رسید. صدای خراشیدن آهن، صدای نفسهای سنگین و کوبش بی‌امان موجوداتی که آرام و قرار نداشتند. ساعتها می‌گذشت و شکاف کوچک آرام آرام بزرگتر می‌شد. نور کم کم از آن سوی دیوار دیده می‌شد. امیدی تاریک در چشمانشان می‌درخشید، تا اینکه در پایان روز وقتی به مرز عبور می‌رسیدند، یکی از آنان با خستگی فریاد می‌زد. خسته شدم، فردا ادامه می‌دهیم. و همه عقب می‌کشیدند با اطمینان از اینکه فردا این دیوار دیگر فرو خواهد ریخت. دیوار دوباره کامل و استوار مثل روز اول، نه شکافی نه نشانی از تلاش دیروز. لحظاتی سکوت، سپس خشم و دوباره آغاز. و این چرخه روزها، ماهها، سالها ادامه داشت. زمانی نزدیک به پایان دنیا، روزی از همان روزهای بی پایان، در پشت آن دیوار سرد و تسخیرناپذیر دوباره صدای خراشیدن آغاز شد.
یأجوج و مأجوج با خشم و آتشی که سالها در وجودشان جمع شده بود به جان سد افتادند. فقط یک لایه نازک باقی مانده بود. در همان لحظه یکی از آنان گفت: برای امروز کافی است. فردا انشاءالله آن را خواهیم شکست. صبح روز بعد وقتی به دیوار رسیدند، ضربه ها آغاز شد. آخرین لایه فرو ریخت و سد شکسته شد و آنگاه چیزی که سالها پشت این دیوار حبس شده بود آزاد شد. یأجوج و مأجوج مانند سیلی رها شده با سرعتی غیر قابل تصور به زمین سرازیر شدند. هیچ چیز جلودارشان نبود، نه کوه، نه شهر، نه انسان. زمین زیر پایشان می لرزید و هرچه در مسیرشان بود نابود می شد. آنها پیش می رفتند بی وقفه، بی رحم، تا اینکه به آبها رسیدند، دریاها، رودها و هر آنچه نشانی از زندگی داشت با آتشی دیوانه‌وار به آبها هجوم بردند. می نوشیدند بی وقفه، بی پایان. گروه‌های اول آنقدر نوشیدند که چیزی باقی نگذاشتند و وقتی گروه‌های بعدی رسیدند با تعجب به زمین خشک نگاه کردند و گفتند: اینجا روزی آب بوده است. اما در همان لحظه‌ای که گمان می‌کردند همه چیز به پایان رسیده، شب سنگین و نفسگیر بر زمین سایه خواهد انداخت و همه جا را در تاریکی فرو می‌برد. یأجوج و مأجوج همه جا را فرا خواهند گرفت و دیگر اثری از امنیت باقی نمی‌ماند. در گوشه‌های دور حضرت عیسی با مؤمنان در پناهگاهی کوچک جمع می‌شوند. سپس دستانی آرام به سوی آسمان بالا می‌رود. پروردگارا ما رو نجات بده. پروردگارا ما رو نجات بده. ناگهان تغییری نادیدنی آغاز خواهد شد. بدون صدا و بدون هشدار موجوداتی بسیار ریز در میان یأجوج و مأجوج پدیدار می‌شوند و به گردن‌هایشان نفوذ خواهند کرد. در همان تاریکی شب یکی پس از دیگری بر زمین می‌افتند، بی صدا و بی مقاومت. با طلوع صبح هیچ حرکتی دیده نمی‌شود. زمین پوشیده از اجساد خواهد شد. سکوتی سنگین جای هیاهوی وحشتناک شب را می‌گیرد. اما بوی تعفن همه جا را فرا خواهد گرفت. پرندگانی عظیم از آسمان فرود می آیند و اجساد را یکی یکی بر می دارند و می برد. زمین آرامتر می شود اما هنوز پاک نخواهد شد. سپس آسمان تیره می شود و ابرها گرد خواهند آمد. بارانی شدید و بیوقفه آغاز خواهد شد. بارانی که زمین را به طور کامل شستشو می دهد. هوا تازه می شود و زمین پاک خواهد گردید و جهان حالتی نو به خود می گیرد. این فقط یک داستان نیست، یک افسانه برای سرگرمی هم نیست. این حقیقتی است که در متون دینی آمده تا انسان بیدار شود. این پیام را فراموش نکن. هر چقدر هم ظلم بزرگ شود، هر چقدر هم قدرت ظالمان بیشتر به نظر برسد، در برابر قدرت خداوند همه چیز میتواند در یک لحظه فرو بریزد. پس این یک هشدار است و یک پند برای همه ما. اگه این داستان برات جالب بود حتما لایک کن. برای دیدن ویدیوهای بیشتر از این سبک سابسکرایب رو فراموش نکن و این ویدیو رو با دوستات هم به اشتراک بگذار.